سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه گیم پلی دیگه. استالکر هستم و امروز اومدیم با یه گیم پلی متفاوت. حالا که فکرشو میکنم زیاد متفاوت نیست، ولی این گیم پلی متفاوته. چطوری؟ نمیتونیم از گان متیک استفاده کنیم. همین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشو. اینم بگم که اگه ویدیوها رو میبینی و نه کامنت میذاری نه لایک میکنی نه یه سابسکرایب، طلسم فرعون دنبالته. حواست به این طلسم هم باشه. یه حالا من گفتم که گفته باشم و بدون معطلی بریم سراغ بازی. از اونجایی که نمیتونیم از گان متیک استفاده کنیم، خود طبیعتا نمیدیم روش امین ما رو در پیشمون بگیریم و اینا همش بهونه است. یوتیوب نمیذاره برم اونجا، استرایک میزنه، نمیذاره، حق نشر میخورم، نمیذاره، کپی رایت میخورم، نمیشه رفت اونجا. یا خود چه غلطی کردم اومدم اینجا، 5 نفر اومدم پایین. بابا آروم باشین. زدمی وای خدایا غلط کردم. بیا خر بیار این یکی رو بزن. یه جرأت نمی کنم بیان سمتم. آی نفس کش بیا بینم. آی نفس کش. ببینید دوستان، یه روشی که حالا برای این روزا میتونم بهتون یاد بدم بفهمید یکی باته یا انمیه، نگاه کنید به اسکینش. جورسورد و جویس هرچی که هست اون بود یعنی انمیه. نه، هر اسکینی غیر اون بود یعنی باته. اینو اصلا در گوشه ذهن داشته باشید، استفاده کنید دیگه. من که هرچی انمی میبینم یا جویسه یا انقدر از جویس زده شده که یه اسکین دیگه است. به دنبال چند تا انمی شهر به شخانه به خانه شدم روانه. حالا انمی هم پیدا نمی کنیم. شانس ما رو الان مینیگان دستم بود 600 نفر روم بودن. حالا که مینیگان ندارم یه نفرم نمیاد سمتم. به قول اون ضرب المثل خارجیه که بود میگفت یو پاخلخ یو پاخلخ پف. اینا با خدا فوش نبوده، اینا ضرب المثل خارج فرانسویه. در حال 20 سال تو فرانسه زندگی نکردیم که بیاین بگین نمیدونم اینا فوشه. نه، اینا همشون ضرب المثله. آدم هم نپرسیم که 19 سالمه چطوری 20 سال توی فرانسه زندگی کردم. اینا همش حساب کتاب داره. عجیبه، شهر عجیبیه. ببین این انمیه چون جویسه. میلتو میزنم این بارتوز بیفتی زمین انشی.
بمیر بابا اوزگر گم متی که آقا فکر کردم لجنده. ببین نه ببین من که این چالنج رو از اول نمیرم چون فکر کردم متیکه، ولی آره لطفا پیگیر نباشید. با تشکر داره کل اداری سازمان استایکر. چرا جویس نیست الان حالا اینجا؟ بابا جویس بدیم، به من جویس بدهید. جویس باشه یعنی انمیه، جویس نباشه انمی نیست. هر جویسی هم انمی نیست. این جویس ها که خیلی جویس هم انمی هست. این جویسی که اسکین چیز باشه رایگانه دیگه اون انمیه. خطری بود، خیلی هم خطری بود، خیلی بد خطری بود. حالا که من اومدم یه راهکاری هست. داشتم میگفتم حالا که اومدم یه راهکاری آموزش بدم، یه دونه جویس ورد انمی هم دیرمون نمیاد. حالا چه برسه به 20 تا جویس ورد. همه حالا از جویس زده شدم. بابا جویس بیان جلو. من الان اینجا راهکار آموزش ملت دادم. اون دربال مسئله خارجی بود گفتم جی پافلس تو پافلس. این الان اینجا هم سفت میکنه دیگه، میگه بریم تو شانسی که شانست نباشه. این گیر کرد ما نکنیم. مرد حاجی مرد. چی شد مرد؟ حیف که نمیتونم دادتون دارم، حیف که نمیتونم صدایا. حالا که من نمیتونم بردارم شما نباید بردارید. همینجا میکمپم، اگه خواست کسی بیاد روشون میرم رو توشون. اگه از پندهای و آموزش هایی که دارم میگم نهایت استفاده رو داری میبری، کامنت ها بنویس لذت بردم، استفاده بردم. استفاده رو که نمیبرم ولی بنویس لذت بردم، استفاده کردم. 2 تا بات موندن. ویکتوری کردم. یس برو واسه بچه محلاتون تعریف کن که با ترای اول ویکتوری کرد. برو تعریف کن. نه تعریف نکنی جدا ناراحت میشم. ببین بات میبینی؟ اصلا میخوام پیکاکسش کنم. پیکاکس کردم. واو بهترین پلیر جهانو پیکاکس کردم. والله بهترین. لیتس گو پیکاکس. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه که یهو نفرین فرعون نیفته دنبالتون. و اینکه تا ویدیوی دیگه